عبدالرحمن سمیت، طبیب و دعوتگر اسلامی. عبدالرحمن سمیت، پزشک، جراح و دعوتگر اسلامی، شخصی که بیش از 11 میلیون نفر توسط وی مسلمان شدند. فردی که زندگی راحت و ناز و نعمت را کنار گذاشت و برای نشر دین اسلام و مبارزه با فقر و قحطی عازم سرزمین آفریقا شد. وی در طی سالهای 1979 تا 1980 به عنوان متخصص در بیمارستانی در لندن مشغول طبابت شد. سپس به کشورش بازگشت و در بیمارستان الصباح مشغول طبابت شد. وی یک پزشک عادی نبود، بلکه حال بیماران خود را از همه جهت جویا می‌شد. وضعیت اقتصادی، خانوادگی، روحی و اجتماعی بیمار خود را جویا می‌شد و سعی می‌کرد مشکلات آنها را برطرف کند. وی می‌گوید من یک پزشک بودم و با تخصصی که داشتم می توانستم مانند هم نوعان خودم بهترین زندگی را داشته باشم، ولی وقتی به وضعیت مسلمان‌ها در شرق و آفریقا فکر می کردم آرامش را از من می گرفت. همین سبب شد تا من زندگی راحت و ناز و نعمت را رها کنم و برای عمل خیر و انسان دوستانه راهی آفریقا شوم. عبدالرحمن سمیت برای کمک به مردم آفریقا اقدام به تأسیس انجمن خیریه به نام مسلمانان آفریقا پرداخت. سپس نام آن را به انجمن العون المباشر یعنی کمک رسانی مستقیم تغییر داد و با تأسیس این انجمن خیریه و با کمک‌های مالی که از کشورهای عربی و اسلامی جمع‌آوری می‌کرد توانست خدمت انسان دوستانه زیادی به سرزمین آفریقا نماید. عبدالرحمن نزدیک به 30 سال است که از عمر خویش را برای کمک به مردم آفریقا می‌گذراند. حرکت انسان دوستانه و عملهای خیری او سبب شد بیش از 11 میلیون نفر در آفریقا توسط وی مسلمان شوند. او در طی فعالیت‌های خویش در آفریقا موفقیت‌های زیادی به دست آورد که بعضی از آنها عبارتند از سرپرستی 15,000 یتیم، حفر 9500 حلقه چاه برای آبرسانی به روستاها و شهرها، بنای 860 مدرسه و 4 دانشگاه و 240 مرکز اسلامی، بنای 124 بیمارستان و درمانگاه، پرداخت بورسیه 95,000 دانشجوی مسلمان و چاپ 6 میلیون نسخه از قرآن کریم و پخش آن بر تازه مسلمان‌ها. این داعی اسلامی راه‌های پرفراز و نشیبی را در این قاره خشک و گرم پیموده است. حوادث زیادی را با چشم خویش دیده و کودکان و اطفال زیادی را مشاهده نموده که به خاطر قحطی و خشکسالی از دنیا می‌رفتند. همه اینها سبب می‌شد تا با تلاش و جدیت بیشتری این حرکت را ادامه دهد. وی بیشتر وقتها با همسرش ام صهیب با کمترین امکانات در روستاهای بی آب و برق سپری می‌کردند و به علاج و دعوت به دین اسلام می‌پرداختند. حکایت اسلام آوردن میلیون‌ها نفر توسط کسی که تنها یک پزشک و متخصص بیماری‌های درونی است، درسی برای ما جوانان است که نشر دین اسلام با هر تخصصی امکان پذیر است. چه بسا بسیاری از متخصصین غیر علوم شریعت موفقیت بیشتری را در نشر دین اسلام به دست آورند. چه بسا بسیاری از متخصصین غیر علوم شریعت موفقیت بیشتری را در نشر دین اسلام به دست آوردند. این پزشک و دعوتگر اسلامی تا امروز در قید حیات است، ولی چند وقت است که به خاطر بیماری و کهولت سن در بیمارستان تحت مداوا و علاج است. از خداوند بهبودی هرچه بیشتر او را خواهانیم.